سلام به شما که با ما همراهید. امروز میخوایم با هم یه بررسی عمیق داشته باشیم از یکی از جذابترین بازارهای مسکن منطقه، یعنی استانبول. سلام. بله، استانبول. منبع اصلیمون هم یه مقاله است که 10 تا از محلهای معروفش رو واسه سال 2025 از نظر قیمت بررسی کرده، از ارزون ترین رفته تا گرون ترین. استانبول خب همیشه جذاب بوده دیگه، تاریخش، فرهنگش، اقتصاد پویایی که داره، ولی 2025 با این نوسان‌های شدید ارزی که مقاله هم گفته یه خورده فرق میکنه. دقیقاً. یعنی دیگه شناخت محله‌ها و قیمت‌ها خیلی خیلی مهمتر شده، نه فقط واسه خرید و فروش، واسه اینکه بفهمیم اصلا اوضاع شهر چجوریه. دقیقاً همینه. هدف ما هم اینه که با همین مقاله رو ورق بزنیم، ببینیم قصه این 10 تا محله چیه، از ارزونترین شروع کنیم بریم بالا. ببینیم ویژگی‌هاشون چیه، چه جور زندگی اونجاها هست و خب قیمت‌ها چی میگن. اینجوری اگه شما هم به فکر خرید یا سرمایه‌گذاری تو استانبول هستید، یه نقشه راه بهتر دستتون باشه. مقاله هم میگه اینا الکی نیستن، یعنی جزو شناخته شده ترین و پرطرفدارترین مناطقن. و جالبه که یعنی از همین اول معلومه تفاوت قیمت بین اون اولی و آخری لیست خیلی زیاده. خیلی، آره، واقعا. این خودش خیلی چیزا رو نشون میده در مورد بازار استانبول. خب شروع کنیم؟ حتما. خب مقاله لیستش رو از ارزون ترین آورده. پس ما هم از رتبه 10 میریم بالا. اولین محله اسنیورت، بخش اروپایی. بله، اسنیورت غرب استانبول. مقاله میگه قیمت هر متر مربع اونجا حدود 650 تا 750 دلاره. خیلی پایین به نظر میاد نسبت به بقیه جاها. دقیقاً. همین قیمت پایین با کلی پروژه مسکونی که اونجا ساختن باعث شده یه جورای آهنربا باشه واسه سرمایه‌گذارایی که بودجهشون محدودتره. مقاله البته به امکاناتش هم اشاره کرده. مراکز خرید، مدرسه، بیمارستان داره، آره. ولی خب یه روی دیگه هم داره. تراکم جمعیت خیلی بالا. و ترافیک سنگین. و یه نکته حساس‌تر هم مقاله گفته در مورد بافت جمعیتی و امنیت. آها، چی گفته دقیقاً؟ میگه چون سالهای اخیر مهاجر زیاد اومده اونجا از کشورهایی که وضعیت اقتصادی خوبی ندارن، یه مقدار بافت اجتماعی عوض شده و خب یه سری چالش‌های امنیتی هم ایجاد شده انگار. پس این قیمت پایین بی دلیل نیست. اصلاً. ببینید فاصله از مرکز شهر، این شلوغی وحشتناک، تغییرات جمعیتی که روی حس امنیت و کلاً کیفیت زندگی تأثیر میذاره، همش تو این قیمت هست. اما واسه سرمایه گذاری چی؟ یعنی فقط بخری و نگه داری؟ خب اگه کسی دیدش بلند مدت باشه و ریسک پذیر هم باشه، شاید. یعنی ریسکاش رو قبول کنه، ممکنه گزینه بدی نباشه. ولی واسه زندگی یعنی سکونت فوری نه. باید خیلی با دقت بررسی کرد. پس یه جورایی اسنیک اینوستمنت، یعنی سرمایه گذاری با بودجه کم ولی با ریسک بالا و چالش‌های اجتماعی. آینده‌ش هم خیلی مشخص نیست انگار. تعبیر خوبیه، دقیقاً. واسه سکونت فوری جاهای بهتری هست قطعاً، ولی واسه سرمایه گذاری صرف با احتیاط میشه بررسی کرد. خب بریم پله 9. آرناووتکوی. اینم اروپاییه ولی شمال غرب، نزدیک دریای سیاه. اینجا قیمت‌ها یکم بالاتره. 800 تا 900 دلار هر متر. آرناووتکوی داستانش کلاً فرق داره. مقاله خیلی روی پتانسیل سرمایه گذاریش مانور داده. چرا؟ چی داره مگه؟ 2 تا دلیل خیلی بزرگ. یکی این که نزدیک فرودگاه جدیده، اون فرودگاه عظیم استانبول. دوم هم این که چسبیده به پروژه خیلی پرسر و صدای کانال استانبول. آها، اون کانال معروفی که میخوان بزنن. بله، همین 2 تا پروژه باعث شده توسعه اون منطقه یهو سرعت بگیره. طبیعتش هم هنوز دست نخورده است و زمینای بزرگ هم داره. یعنی اینجا بیشتر بحث آینده است تا الان. یه جور شرط بندیه؟ دقیقاً. خرید ملک تو آرناووتکوی یعنی سرمایه‌گذاری روی آینده. ریسکش هم دقیقاً همینه که گفتید. اگه این پروژه‌های بزرگ مثل همین کانال خوب پیش برن، ارزش ملک اونجا خیلی میره بالا. و اگر نه یا کند پیش بره، اون سودی که انتظار میره شاید به دست نیاد. یه جور شمشیر دولبه است واقعاً. میریم پله 8.
آوجیلار، بازم اروپایی، این بار کنار ساحل مرمره، قیمت‌ها حدود 900 تا $1000. مقاله میگه به خاطر متروبوس و نزدیکی به دانشگاه‌ها خیلی محبوبه، مخصوصاً بین دانشجوها و خانواده‌ها. درسته. این ترکیب یعنی چی؟ یعنی یه منطقه که رفت و آمدش به مرکز شهر نسبتاً راحته، مخصوصاً با متروبوس که مثل یه رگ اصلی عمل میکنه اونجا. دانشگاه هم که هست، خب فضا رو جوان‌تر کرده. پس جای بدی به نظر نمیاد؟ نه، ولی یه نکته مهم داره. مقاله میگه خیلی از ساختمان‌های آوجیلار قدیمی‌ان، نیاز به بازسازی دارن. آها. یعنی باید حواست به سن بنا باشه موقع خرید؟ خیلی زیاد. یعنی ممکنه یه آپارتمان خوش قیمت پیدا کنی ولی بعدش کلی هزینه بازسازی بیاد رو دستت. پس یه جورایی معامله است بین دسترسی خوب و کیفیت خود ساختمون. باید دقت کرد. خیلی خوب. از آوجیلار شلوغ میریم به پله 7، بویوک چکمجه، بازم اروپایی ولی خیلی غربی تر. قیمت‌ها اینجا بین 1000 تا $1200. توصیف مقاله از اینجا خیلی وسوسه انگیزه. ساحلی، آروم، عالی برای زندگی ویلایی. آره، بویوک چکمجه هم دریاچه داره، هم ساحل مرمره. فضای باز زیاد داره، امکانات تفریحی هم همینطور. مقاله میگه شبیه منطقه 22 خودمونه ولی خیلی خلوت‌تر. منطقه 22 خلوت، چه خوب. بله، نقطه قوتش همین آرامش و سبک زندگی ویلاییه. ولی خب از مرکز شهر دوره دیگه. پس اینجا انتخاب بین آرامش و طبیعت و دوری از مرکز شهره. کاملا بستگی به سبک زندگی داره. دقیقاً. برای کسی که از شلوغی فراری عالیه، به شرطی که مشکل رفت آمد طولانی نداشته باشه. و حالا یه پرش بزرگ تو قیمت‌ها. آماده اید؟ رتبه 6 باکرکوی. هنوز اروپایی هستیم، نزدیک ساحل مرمره، ولی قیمت‌ها یهو میپره به 2500 تا $2700. چرا اینقدر زیاد؟ خب باکرکوی دیگه یه لول دیگه است. یه محله شیک، جا افتاده، با امکانات خیلی خوب. مقاله از مراکز خرید مدرنش گفته، بیمارستان‌های خوبش، بافت شهری منظم و قشنگش. موقعیتش چطور؟ موقعیتش هم خیلی بهتره. به مرکز نزدیکتره و دسترسی به حمل و نقل عمومیش عالیه. مترو، مارمارای، همه چی داره. پس باکرکوی یه جورایی پکیج کامله واسه کسی که هم دسترسی خوب میخواد، هم زندگی شهری مدرن و با کیفیت. تقریباً. راحتی، دسترسی و یه سطح خوبی از امکانات شهری رو با هم داره. البته خب قیمتش هم همینو نشون میده دیگه. جالبه. حالا رتبه 5، اولین محله آسیایی لیست بیکوز، شمال شرق بخش آسیایی، قیمت‌ها خیلی نزدیک باکرکوی، 2600 تا $2800. تقریباً هم قیمت ولی اینور آب. آره، قیمت‌ها نزدیکه ولی حال و هواشون زمین تا آسمون فرق داره. اگه باکرکوی نماد زندگی شهری شیک بود، بیکوز اونطور که مقاله میگه پادشاهی طبیعت و آرامشه. طبیعت؟ بله، فضای سبز فوق‌العاده، ویلاهای خیلی لوکس وسط جنگل، چشماندازهای بی‌نظیر به بسفور و دریای سیاه. اینا مشخصهای بیکوزه. اینجا اصلا خبری از اون شلوغی باکرکوی نیست. تمرکز روی آرامش، طبیعت و یه زندگی لوکس و خصوصیه. چقدر تفاوت. یعنی با یه بودجه تقریباً یکسان میشه بین هیجان شهری باکرکویی و آرامش طبیعت بیکوز یکی رو انتخاب کرد. واقعاً به شخصیت آدم برمیگرده. خب بریم رتبه 4. باز هم آسیایی و خیلی هم معروف. کادیکوی. قیمت‌ها باز یه پله بالاتر. 3200 تا $3500. کادیکوی. مقاله دقیقاً میگه قلب فرهنگی و هنری بخش آسیایی. اینجا فقط یه محله نیست، یه سبک زندگی اصلاً. یعنی چی؟ یعنی پر از کافه‌های خاص، رستوران‌های جوراجور، بازارهای محلی خیلی زنده، گالری‌های هنری، کتاب فروشی. زندگی شبانش هم خیلی معروفه. با کشتی و مترو هم خیلی راحت میشه رفت بخش اروپایی. مقاله یه تعبیر قشنگم داشت. میگفت گشت و گذار تو کادیکویی توی عصر پاییزی میتونه رویایی باشه. این نشون میده فقط بحث خونه و متراژ نیست. یه حس و حالی داره اونجا. کاملاً. یه هویت خیلی قوی داره کادیکویی. برای کسی که میخواد وسط زندگی اجتماعی و فرهنگی استانبول باشه، احتمالاً بهترین انتخاب تو بخش آسیاییه.
بسیار خوب، حالا ستای اول. برمیگردیم بخش اروپایی، رتبه سوم ساریر. ساریر شمال استانبول، جایی که بوسفور میریزه به دریای سیاه. قیمت 3400 تا 3600 دلار. خیلی نزدیک به کادیکوی. ساریر رو مقاله گفته بهشت ویلاهای ساحلی و مناظر خیره کننده. یه منطقه خیلی لوکس و آرومه. درست لب آب بوسفور. دسترسیش چطوره؟ دسترسیش به مرکز شهر متوسطه. نه خیلی عالی، نه خیلی بد. بیشتر مناسب سرمایه‌گذارای پولداره و اونایی که عاشق چشمانداز بوسفور و زندگی توی جای دنج و خیلی سرسبزن. اگه با بیکوس مقایسش کنیم چی؟ اونم لوکس و سرسبز بود. سوال خوبیه. ببینید هر دو لوکس و سبزن، ولی خب ساریر چون دقیقاً لب بوسفوره و اروپایی هم هست، یه پرستیژ و جذابیت دیگه‌ای داره شاید. بیکوس بیشتر حس جنگل و ویلا داره با دید دریا. ساریر حس زندگی لوکس ساحلی کنار بوسفور رو داره. متوجهم. میرسیم به رتبه دوم، یه اسم خیلی آشنا، بشیکتاش. قلب استانبول اروپایی مشرف به بوسفور. قیمت‌ها باز هم بالاتر، 3500 تا 3700 دلار. بشیکتاش دیگه تقریباً همیشه جزو محبوب ترینها بوده. مقاله میگه اینجا همه چی با همه. تاریخ هست، کاخ و موزه، فرهنگ هست، دانشگاه و مرکز هنری، زندگی مدرن هست، کافه و رستوران، هیجان هم هست، بازار و استادیوم معروفش. موقعیت مرکزی عالی، دسترسی بی‌نظیر، چشمانداز بوسفور. دقیقاً. همین ترکیب باعث شده همیشه مشتری داشته باشه و خب گرونم باشه. پس انگار بشیکتاش یه جورایی اسطوره استانبول، هرچی از این شهر بخوای رو داره. تا حد زیادی آره، نماد زندگی پویا و مرکزی استانبوله. و بالاخره نوک قله، رتبه اول، جایی که دیگه محله نیست، انگار یه دنیای دیگه است. نیشانتاشی، باز هم اروپایی. مقاله میگه قیمت‌ها اینجا از 3700 دلار برای هر متر هم بالاتره. اینجا دیگه کجاست؟ نیشانتاشی دیگه فقط یه آدرس نیست، یه برنده، یه سبک زندگیه. مقاله خوب گفته. مترادف لوکسگرایی، مد، برندهای تاپ جهانی. چی داره مگه؟ خیابونای سنگفرش خیلی شیک، بوتیک‌های طراحای معروف که فقط تو پاریس و میلان شاید ببینی، کافه‌ها و رستوران‌های خیلی لوکس، ساختمان‌های تاریخی بازسازی شده، مرکز شغل زندگی لاکچری و مدرن استانبوله. پس این قیمت خیلی بالا فقط پول ملک نیست، پول اون برند و اون سبک زندگیه. دقیقاً. پول بودن تو اون اتمسفر خاصه. هزینه عضویت تو کلاب لوکس استانبول. مقاله یه جدول خلاصه هم داره که وقتی نگاه میکنی خیلی عجیبه. از اسنیورت حدود 700 دلاری میرسی به نیشانتاشی بالای 3700 دلار. و نکته جالبتر این که هم ارزونترین هم گرونترین این لیست هر دو اروپایی هن. این چی میگه؟ این نکته خیلی مهمه. نشون میده دیگه اون تقسیم بندی ساده که اروپایی گرونه، آسیایی ارزونه جواب نمیده. خیلی پیچیده تره. یعنی چه عواملی این تفاوت رو میسازن؟ همون این که توی مثالها دیدیم، موقعیت دقیق، مرکزی یا حاشیه، لب بوسفور یا نه، سطح امکانات، کیفیت ساختمونا، دسترسی به حمل و نقل خوب، نزدیکی به مراکز مهم تجاری و فرهنگی و آموزشی و شاید از همه مهمتر اون برند و سبک زندگی که هر محله داره. همه اینا با هم قیمت نهایی رو تعیین میکنن. مقاله چند تا محله مهم دیگر هم اسم برده که تو این 10 تا نیستن ولی مهمن، مثل شیشلی اروپایی. آره، شیشلی که یه مرکز تجاری مدرن و خیلی شلوغه، پر از برج و مرکز خرید. یا آتاشر تو بخش آسیایی، آتاشر که مقاله گفته قلب مالی جدیده، برج‌های مدرن و لوکس، پاتوق مدیران شرکت‌های بین‌المللی. 2 تا با حال و هوای متفاوت هم بودن. چکمکوی تو آسیا. چکمکوی، آره، آروم و سبز و ویلایی، مناسب خانواده. و کاراکوی تو اروپا. کاراکوی که تاریخی و هنریه، با کافه‌های خاص و گالری و اینها، کنار شاخ طلایی. و البته ایسکیدار، آسیایی و خیلی قدیمی. بله، با بافت سنتی و مذهبی، بازارهای قدیمی و چشمانداز عالی به اونور آب. آوردن اسم اینا چه کمکی میکنه؟
کمکش اینه که یادمون نره استانبول خیلی بزرگتر از این 10 تا محله است. یه موزاییک خیلی متنوع. شاید اینا تو رتبه بندی قیمتی بالا نباشن، ولی واسه آدمای خاص با نیازهای خاص ممکنه بهترین گزینه باشن. مثلا کسی که تو آتاشهر کار میکنه شاید همونجا زندگی کنه براش عالی باشه، حتی اگه تو لیست 10 تا نیست. یا یه هنرمند عاشق کاراکویی بشه. این تنوع قدرت استانبوله. خب با همه این حرفا جنبندی نهایی چیه؟ مقاله چی میگه به کسی که الان داره به خرید فکر میکنه؟ حرف آخر مقاله اینه که انتخاب محله تو استانبول خیلی شخصیه، خیلی فراتر از قیمته. 3 تا سوال کلیدی رو باید از خودتون بپرسید. اول، هدفتون چیه؟ یعنی چی؟ یعنی فقط سرمایه گذاری میخواید بکنید؟ خب شاید آرناوتکوی یا حتی اسنیورت با همه ریسکاشون پتانسیل سود بیشتری داشته باشن، البته اگه ریسک پذیر باشید. ولی اگه میخواید اونجا زندگی کنید، آرامش، مثلا بیوکچکمجه یا طبیعت مثل بیکوز خیلی مهمتر میشه. سوال دوم این که چقدر دسترسی و رفت آمد براتون مهمه. اگه هر روز باید سری برید مرکز شهر، خب محله‌های مرکزی مثل بوکرکو یا بشیکتاش عالی‌ان، ولی گرونن. اگه نه، شاید گزینه‌های دورتر و ارزونتر هم خوب باشن. و سوال سوم که شاید مهمترینه، کدوم سبک زندگی با روحیه شما جوره؟ لوکس بازی نیشانتاشی، انرژی فرهنگی کادیکوی، آرامش طبیعت بیکوز یا ساریر، یا یه چیز متعادل مثل بشیکتاش؟ هر کدوم یه دنیایین. دقیقاً. برای همین مقاله یه توصیه خیلی خوب کرده. قبل از خرید حتما چند روز برید تو اون محله وقت بگذرونید. راه برید، کافه بشینید، با مردم حرف بزنید. ببینید اصلاً اون حس رو بهتون میده یا نه. این حس کردن فضا خیلی مهمه واقعاً. حیاتیه. و کنارش 2 تا نکته فنی هم هست که مقاله تاکید کرده. یکی بررسی دقیق خود ملک، سن بنا، وضعیت پروژه، امکانات، روند قیمت‌ها تو منطقه. و دوم و خیلی خیلی مهم تو بازاری مثل استانبول با این نوسان ارز، اینه که حتما با یه مشاور املاک معتبر و حرفه‌ای کار کنید. یکی که بی‌طرف باشه و راهنمایی درست بکنه. عالی بود. فکر کنم الان یه تصویر خیلی روشن‌تری از این پازل پیچیده بازار مسکن استانبول تو سال 2025 داریم. حالا که شما با این همه تنوع آشنا شدید، از قیمت و امکانات تا سبک‌های زندگی مختلف، شاید سوال آخر این باشه: ورای همه این آمار و ارقام، کدوم تیکه از این شهر بزرگ با شما حرف میزنه؟ کدوم فضا بهتون حس خونه میده؟ آیا تهش این عددها هستن که تصمیم رو میسازن، یا اون حس تعلق و آرامشی که فقط وقتی توی محله خاص قدم میزنی به دست میاد؟ این دیگه سوالیه که جوابش فقط پیش خود شماست.